تاریخ میتواند راهمان را به سوی دستیابی به قوانین حاکم بر جهان هستی بگشاید و مسیر بهتر زیستن و متعالی تر را به ما بیاموزد. تاریخ دیگر مرده را چوب زدن نیست. آموزه های تاریخ به ما هویت، شخصیت و حیات دوباره میبخشد. سلام دوستان، من عمادالدین فیاضی مدرس بازنشسته دانشگاه هستم و این نخستین اپیزود از پادکست تاریخی در کوچه باغ‌های تاریخ هست. این پادکست تاریخی با نگاه میان رشته‌ای تهیه و تنظیم شده و چون در این پادکست میخوایم از تاریخ بگیم، پس لازمه اولش این هست که راجع به تعریف تاریخ، اهمیت و فایده هاش به عنوان اولین پادکست صحبت کنیم و ضمناً لازم هست که خطوط اصلی نگرشمون به تاریخ و خطی مشی خودمون رو در ارائه مباحث و مطالب تاریخی به شما عزیزان بگیم. بنده به عنوان فردی که سالها تاریخ ایران و جهان رو تدریس کردم، میخوام در این پادکست از سراسر تاریخ ایران و جهان مطالبی رو چه در مورد وقایع تاریخی چه در مورد شخصیت‌های تاریخی به صورت گزینشی انتخاب کنم و از اونجایی که خب در رشته‌های نزدیک به تاریخ مثل روانشناسی هم سالها در دانشگاه تدریس کردم، سعی من در ارائه تاریخ این هست که با یک نگاه میان رشته‌ای به تدوین و تنظیم مطالب بپردازم و به عبارتی دیگه میشه گفت ما با تلفیق مفاهیم روانشناسی، ادبیات و تاریخ و در حقیقت ارائه شاهد مثالهای زنده‌ای از تاریخ ایران و جهان بهتر میتونیم راه خودمون رو به سوی دستیابی بر قوانین حاکم بر جهان هستی پیدا کنیم و در نهایت ما رو به هدف اصلیمون که همون مسیر بهتر زیستن و متعالی تر هست میرسونه. طبیعتاً با چنین نگرشی به تاریخ انگار که تمام تاریخ برای ما یه مفهوم تازه و قابل لمس‌تری پیدا میکنه و نگاه ما رو به وقایع، انقلاب‌ها، تحولات، شخصیت‌ها و همه عناصر دخیل در تاریخ با این نگرش و باور کلی دگرگون میکنه. این دقیقاً همون چیزی است که من خیلی دوستش دارم و همیشه بخشی از وجود و ذهنیتمو درگیر خودش کرده. قدرت بازآفرینی و بازنگری در تاریخ و الهام گرفتن از شخصیت‌ها و وقایع مهم، اونم چی؟ با تکیه بر مفاهیم و قوانین بنیادین روانشناسی و شناخت و شخصیت درونی انسان. همیناست که به ما این اجازه رو میده که پرده از بخش‌های بزرگی از رمز و راز موفقیت بزرگان و اندیشمندان اعصار گذشته برداریم و به همین خاطر من این یافته ها رو دوستشون دارم و واقعا برای من مثل یک چیز پرارزشه. این یافته ها مثل یک جواهر و در گرانبهاست که دست ما رو میگیره و ما رو برای رسیدن به همای سعادت و زندگی بهتر آماده میکنه. این که ما کی هستیم و چه نقشی در این مقطع زمانی داریم و چجوری میتونیم تو زندگیمون از تاریخ استفاده کنیم، دغدغه همیشگی من بود توی تدریس تاریخ. ما باید با تاریخ زنده و پویا برخورد کنیم. این ما هستیم که باید به این مرده جان بدیم و از اون حرکت و انگیزه و الهام و شوق و ذوق بودن و زندگی کردن رو یاد بگیریم. وگرنه تو تاریخ مرده ما هم مرده ایم و خودمون خبر نداریم. صادقانه بگم که مسئولیت احیای تاریخ، یعنی نگرش درست و کاربردی به تاریخ و اهمیت دادن به اون، به عنوان پایه‌ای ترین و هویت بخشترین علم در علوم انسانی به عهده ما اهل تاریخ و پژوهشگران تاریخی است. و البته فرار از این مسئولیت در هیچ دادگاهی توجیه پذیر هم نیست. تاریخ اونقدر مهمه که اکثر دانشمندان از اون به عنوان
مادر علوم انسانی یاد می کنند و به نظر من نه تنها مادر علوم انسانی که مادر تمام علوم بشری هست، چون هر علمی رو که در نظر بگیری بدون سابقه و ندونستن تاریخش واقعا ادامه و توسعه و پیشرفتش محاله. اصلا به خودمون نگاه کنیم، اگه سابقه و بک‌گراند زندگیمون رو بیان و به کلی از ذهنمون پاک کنن و همه گذشتمون، همه چیزمون رو فراموش کنیم، ما میشیم یه آدم سرگردون و حیرون و بی‌هویت. پس میشه گفت تاریخ هم در دست پژوهشگر واقعی تاریخ از برنده ترین و تأثیر گذارترین سلاح‌ها هم کارآمدتره. البته به شرط اینکه این گوهر واقعی رو خوب شناخته و استفاده کاربردی و صحیح از اون بشه. واقعا در فضای فرهنگی و فکری جامعه ما نگاه این گونه به تاریخ متاسفانه حتی در بین دانش آموختگان این رشته هم اگه نگیم اصلا وجود نداره، ولی تا حدود زیادی محجور بوده و هست. بنابراین تحول و تغییر نگاه نسبت به تاریخ و کاربردهای درست اون باید در صدر برنامه‌های اهل تاریخ و اونهایی که قدم در راه تحقیقات تاریخی گذاشتن باشه. در حقیقت جامعه ما در نگاه به تاریخ نیاز به یک رنسانس تاریخی داره و هنوز هم شاید اکثریت مردم ما تصور درستی از تاریخ ندارند و از اونجایی که تاریخ هم مثل هر علم دیگه‌ای هم میتونه در خدمت اهداف شیطانی و ابزاری در دست دیکتاتورها و زورگویان باشه و اخباری سراسر دروغ و تزویر و فریب ارائه بدن و از طرف دیگه هم میتونه در خدمت حقیقت و اهداف انسانی و الهی قرار بگیره و به پیشرفت و توسعه و بهبود زندگی انسان کمک کنه و پر از پند و حکمت و عبرت و درس آموزی باشه. درست مثل نیروی اتم که هم میتونه بمب اتمی بشه و زندگی بشر رو به نابودی بکشونه و هم میشه از اون در عمران و آبادی و مسیر توسعه و پیشرفت استفاده کرد. منتها تشخیص این موضوع در تاریخ دشوارتر از سایر علوم هست و متاسفانه وجه سوء استفاده از تاریخ و تحریف حقایق تاریخی در طول تاریخ بشر به قدمت عمر خود تاریخ هست. این سوء استفاده گسترده از تاریخ به ویژه توسط فرمانروایان و حاکمین عالم منجر به نوعی بدبینی نسبت به تاریخ در سطح عامه شده و جالبی که هر کشوری کمتر توسعه یافته، علوم انسانی و در صدر اون تاریخ هم کمتر مورد توجه و اقبال بوده و ابرهای تیره بدگمانی نسبت به اون بیشتر فضای ذهنیت جامعه رو مشحون و پر کرده و از طرف دیگه نگاه تخصصی به تاریخ نداشتن باعث شده که هر کسی به مجرد خوندن چند تا کتاب تاریخی خودشو صاحب نظر میدونه و حتی دست به تالیف تاریخ میزنه و این خودش موجب بی‌اعتمادی عموم مردم به تاریخ شده، در حالی که تاریخ هم مثل هر علم دیگه‌ای نیاز به تخصص داشته و کسی که توی اون صاحب نظره باید سالها در این عرصه تحصیل و تحقیق و پژوهش کنه تا اصلا صلاحیت اظهار نظر در تاریخ رو به دست بیاره و حرفای درست و راهگشایی برای گفتن داشته باشه. پس بنابر مواردی که گفته شد، اونهایی که اهلیت تاریخی دارن، اونهایی که واقعا صلاحیت اظهار نظر در تاریخ رو دارن، باید نقش مسیحای تاریخ رو داشته باشن و تاریخ رو دوباره زنده و احیا کنن و واقعا زمان اون رسیده که تاریخ رو نجات بدیم. نجات تاریخ یعنی نگاه درست و تحلیلی به تاریخ، یعنی شناخت روح و جان تاریخ. وقتی ما تاریخ رو نجات بدیم، در حقیقت خود و جامعه خودمون رو نجات دادیم و راه توسعه و پیشرفت رو برای خودمون باز کردیم. تأکید من در این مورد همیشه روی کاربردی بودن تاریخ است.
به نظرم هر علمی که اگه در خدمت انسان و زمان نباشه، اگه به کار نیاد، اگه در خدمت بیداری انسان نباشه، هر علمی که ارمغانی برای نسل حال و آینده نداشته باشه، اصلا این علم نیست، فقط یه دلخوشیه، فقط یه سرگرمیه. هر علمی یک رسالتی داره و یک مسئولیتی. من فکر میکنم که بزرگترین مسئولیت ها بر دوش اهل تاریخه و کسانی که تاریخ رو به هر شکلی ارائه میدن. حالا مقاله هست، کتاب تاریخی هست، پادکست تاریخی هست و این قواعد کلی که در مورد تاریخ گفتیم، همه انواع و اقسام ارائه دادن تاریخ رو در بر میگیره و شامل میشه.